یکی از رایج‌ترین و قابل تشخیص‌ترین اختلالات ژنتیک سندرم دان است. در هر 600 تا 900 نوزاد زنده یک مورد سندرم دان اتفاق می‌افتد. این عارضه ژنتیکی معمولاً بر اثر عدم جدایی، یعنی عدم تقسیم صحیح کروموزوم به این عارضه مبتلا می‌شوند کودکان، زیرا به جای 46 کروموزوم دارای 47 کروموزوم هستند. سندرم دان در اکثر مواقع موجب معلولیت ذهنی خفیف تا متوسط و انواع مشکلات شنوایی، استخوانبندی و قلبی می شود. این عارضه بیشتر در کودکانی روی می دهد که مادران 35 ساله و بالاتر دارند. طبق ارقام جدید بیشتر از 50% کودکان مبتلا به سندرم دان از مادران بالای 35 سال به دنیا آمدند. همونطور که تو تصویر میبینید ما دارای 23 جفت کروموزوم هستیم که جفت 23 کروموزوم های جنسی ما هستش و 22 جفت دیگه کروموزوم غیر جنسی هستن. بچه های سندرم دان توی کروموزوم 21 شون یه مشکلی براشون پیش میاد که به جای اینکه 2 عدد کروموزوم داشته باشن توی جفت 21 دارای 3 عدد کروموزوم هستن که به همین دلیل اسمشو میذاریم تریزومی 21. علت وجود رابطه بین سن مادر و سندرم دان هنوز به درستی معلوم نشده است، اما میدانیم که مادر تنها دلیل وجود این کروموزوم اضافی نیست. در 20 تا 25% موارد پدر است که در ایجاد کروموزوم اضافی نقش دارد. تشخیص سندرم دان در نوزادان تازه متولد شده معمولاً دشوارتر از کودکان بزرگتر است. مهمترین علائم در نوزادان عبارتند از هیپوتونیای عمومی، خط پلک شیبدار، پوست گردن فراوان، جمجمه کوچک و صاف، استخوان‌های گونه در ارتفاع بالاتر در مقایسه با سایر افراد و زبان بیرون افتاده. دستای کودک پهن و ضخیم هستش و خط روی کف دست به جای اینکه 18 یا 81 باشد 8 است. انگشتان بجز انگشت شست کوتاه‌تر هستند و به داخل انحنا دارند. رفلکس مورو ضعیف است یا اصلا وجود ندارد. بیش از 100 علامت فیزیکی جسمی در سندرم دان توصیف شدند، ولی به ندرت پیش می آید که همه آنها در یک نفر حضور داشته باشند. بسیاری از افراد مبتلا به سندرم دان بیش از 40 سال عمر نمی کنند، هرچند امید به زندگی آنها در حال افزایش است. افراد مبتلا به سندرم دان در دهه 30 عمر خود در زبان، حافظه، مهارت‌های خودرسیدگی و توانایی‌های حل مسئله افت شدیدی نشان می‌دهند. مطالعات کالبد شکافی روی جسد افراد مبتلا به سندرم دان که در سنین بالاتر از 40 سالگی فوت کرده‌اند نشان می‌دهد که مغز این افراد مثل مغز افراد مبتلا به بیماری آلزایمر تعداد زیادی پلاک‌های سینائیل و گروه‌های نوروفیبریلی دارد. در سندرم دان عملکرد زبانی یکی از نقاط ضعف و معاشرت اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی، مثلا همکاری با دیگران و رعایت اصول و قراردادهای اجتماعی، یکی از نقاط نسبتاً قوت محسوب می شود. کودکان مبتلا به سندرم دان معمولاً در اسکن کردن محیط نقص‌هایی نشان می‌دهند و احتمال اینکه فقط روی یک محرک فوکوس کنند بیشتر است و این موضوع باعث می شود زیاد متوجه تغییرات محیطی نشوند. انواع مختلف اختلالات روانی کاموربید در افراد مبتلا به سندرم دان ظاهر می شوند، اما تعداد این اختلالات روانی کاموربید از تعداد اختلالات روانی کاموربید در کودکان مبتلا به معلولیت ذهنی و اختلال طیف اوتیسم کمتر است.